سلام علیکم. سال نو به همه هموطن‌ها تبریک عرض میکنم. من ابوالفضل نوری‌ای، ساکن بوجنور، یکی از شهرهای ایران. دیگه از یکی باید سوال کنم. تاریخ دستگیری تو بود. تاریخ دستگیرم 28 مرداد 1390 در ترکمنستان در مرز باجگیران. آقا شما مدت 7 سال حبس کشیدم. این 7 سال خیلی آزار و اذیت از طرف کشور مامورای به قول معروف دیگه از لحاظ آب و غذا خیلی سخت میگرفتن دیگه. تبع ایران رو خیلی بهشون گفتن قتل باش، اذیت میکردن دیگه. عرض کنم که ماشینمون رو مصادره کردن، زندگیمون بعدر رفت و اینا با مکافات و بدبختی. بعد 7 سال ما رو بالاخره دولت عزیز ما رو آزاد کرد، ولی با بدبختی و مکافات داریم زندگی میکنیم. بعد دیگه یک سری مامورایی داشتن به اسم آمون می اومدن همه رو میزدن. بالاخره با قول یارفنی خیلی آزار میدادن، شکنجه میدادن، بچه‌ها رو میزدن. حتی یه تیغ ریش تراشی رو به اندازه 7-8 نفر میدادن با هم دیگه ریشامون رو بزنیم.